حضرت انس رضی الله تعالی عنه یک حدیث را روایت میکنه که این حدیث هم در صحیح بخاری و هم در صحیح مسلم است. حضرت فرمودند که یک اعرابی بوده، شخصیتی بادیه نشینه میگه، انسان هایی که در کوهستان ها در جاهای مثل ای بین مردم دور میگردن، اصل اونا فعل خصلت رفتارشون ای مردمی مقصد شهر نشین مردمی پایون فرق داره. میگه یک انسان اعرابی یک روز نزد جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم از جناب پیغمبر پرسید که متى الساعه، گویا رسول الله گفت قیامت کی میرسه، قیامت کی میشود. اصل قیامت همه ما و شما میدونیم که روزی که این دنیا یعنی به پایان میرسه و دنیا همه یعنی نابود میشه و همه هستی از بین میره و یعنی حیات دیگر آخرت سر میشه. وقتی پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم از اون روز قیامت، از روز حساب، از روز پرسش سوال کرد، میگه جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم به سوی شخصیت گفت که ماذا اعددت لها، او به قیامت چی چیز تیارگی دیده، چی چیز آماده کرد، چی چیز داری به قیامت که قیامت پرسیده شده که قیامت کی میشه. این شخصیت گفت که لا شیء، گویا رسول الله هیچ تیارگی ندیدم، هیچی ندارم به قیامت من، الا انی احب الله و رسوله، گفت مگر اینکه من الله و پیغمبرش رسولش دوست میدارم. همین چیز به قیامت ندارم که الله و پیغمبر دوست میدارم. جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگه به سویش گفت که انت مع من احببت، گفت در قیامت در آخرت همراهی هم شخصیتی هستی که در دنیا دوستش میداشتی، همراهی دوستت هستی. یعنی اگر ما و شما برادر عزیز در این دنیا الله و پیغمبر را دوست بداریم، یعنی محبت الله و محبت پیغمبر را در دل داشته باشیم، ان شاء الله رب العالمین در آخرت از رحمت الله، از جنت الله، از مغفرت الله محروم به نصیب نمیگردیم و در آخرت در جنت ان شاء الله رب العالمین که همراهی پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم یک جای هستیم. حضرت انس رضی الله تعالی عنه میفرمایند که میگه یگان چیزی برای من خوشحال کننده یعنی خرسند کننده نبود از قول گفتار همین پیغمبر صلی الله علیه و سلم که برای ما گفت که در آخرت همراه شخصیتی هستی که در دنیا دوستش می‌داشتی. حضرت میگه من در دنیا جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم و حضرت ابوبکر عمر دوست می‌دارم، از خداوند امید دارم که در آخرت همراهی همینها باشم. اگرچه من به اندازه عملهای اونها عمل نکردم، من از خداوند امید دارم که در آخرت همراهی همینها هست. به همین خاطر ما و شما هم برادر عزیز حرکت کنیم که در دنیا یعنی الله دوست بداریم، رسول الله دوست بداریم، دوستای الله دوست بداریم تا اینکه در آخرت ما را الله ای دوستاش جدا نکنه. امروز که ما اونقدر عمل نداریم، اونقدر یعنی سعی، کوشش، تلاش، عبادت نداریم که با او تکیه کنیم بگیم خدا ما را از روی عبادت زیادمون، از روی تلاوت قرآنمون، از روی ذکر زیادمون، از روی خدمت کردن در شریعت دینمون خداوند ما را داخل جنت میکنه. امروز هیچ ما نداریم، خیلی عبادتامون کمی در کم هستن، کم هم باشن برای یعنی کمبودی و ناقصی و برای چی هستن؟ سهو و خطا هستن. به این خاطر ما حرکت کنیم که در دنیا انسانهای صالح، انسانهای خوبه دوست بداریم. هر شخصیتی که انسان دوست داشت به سوی همون میل میکنه، به سوی همون میکشه، به سوی همون رنگ بو میگیره. اگر ما دوستای خدا را، انسانهای صالح، اهل علم دوست بداریم و اونها رفت اومد کنیم، ان شاء الله که از اونها نور میگیره. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم حدیث میگه که المرء علی دین خلیله، میگه هر انسان در رفتار و رویه دوستش است. 100% همین دوست تأثیر زیاد میبخشه در دوستش. ما مقاله تاجیکی هم داریم که با ماه شینی ماه شوی، با دیگ شینی سیاه شوی. صحبت مرد خدا مردت کند، صحبت هر ناسزا سردت کند. انسانی صالح، انسانی خوب در هم نشینی شد ان شاء الله رب العالمین که از او فیض میبری، از او یعنی فایده میبری. جای دیگه دوستای خدا میگن که هم نشینی تو به باید تا تو را عقل و دین بیاساید. انسانی که هم نشینی باید اخلاق بهتر باشه. به چه خاطر؟
سانی که عقل دینی تر کامل بود کنه مستحکم و این خاطر دو درجه حرکت کنه که یعنی انسانهای خوب و انسانهای صالح دوست بداره، همراهی اونها رفت و آمد داشته باشه، همنشینی داشته باشه. و امروز هم که باشه چقدر فتنه و فساد در دنیا زیاد است، از اینها حذر کردن در کار، از اینها احتیاط کردن در کار که یعنی که انسان خطا نکنه، یعنی فریب نخوره، در دام کدام فتنه‌گری نیفتد که یعنی که امروز خیلی حالت یعنی خطر زیاده، چی در یعنی شبکه‌های اجتماعی اینترنت ها باشه یا چی در دیگه یعنی دوستای ناباب و بد هم هستن که انسان به سوی یعنی حرص، به سوی یعنی فتنه و فساد و به سوی فحشا و ناپاکی میکشن. برای این بچه‌های جون حرکت کنه که یک رفیق، یک دوستی خوب داشته باشه، همنشینی خوب داشته باشه، حرکت می هم دیگر ای کارهای بد، ای کارهای معصیت گناه معن بداره.